سلام عشقای من، خوبی؟ آقا یه ویدیو براتون آوردم، نمیفهمم، بریم دیگه ببینیم. سلام آقا، عطر با طعم گلکلم سفید داری؟ بازم که اینه که یعنی عطر بدبوی و گودگرل و نمیدونم سیلور مانتن و کریت اونتوس و هزار تا عطر گل کلم. خب بله خواهرم، انتهای سالن دست راست همکارم کمکتون میکنه. کلم سفید ندارم، قرمز بدم خدمتتون. کلم سفید ندارم، قرمز بدم. خانم میخوای اصلا کلم بروکلی بده، مثلا کاهوی چیزی نمیفهمم، میوه تره بار اومده مگه؟ بابا عطر فروشی کلم سفید و قرمز چه مسخره بازیه؟ قرمزشون نیستم عزیزم. عطر دیگه نداری هانی؟ چرا عزیزم؟ انتهای راهرو دست چپ. خانم یه جوری صحبت میکنی انگار 450 متر مغازه داری. نه دم به دقیقه این ادارجات ایران، برو اینور بیا اینور، برو اونور بیا اینور، برو جلو راست بیا عقب چپ فلان. بابا یه کلم بهش بدیم بره دیگه. 10 بار پاسکاری کردیم بدبختو. جون عطر سلیمانی راقه. این سناریوهای تخماتیکتون از کجا میاد؟ مخزنی جدیده اومدی تو مغازه عطر سلیمانی به راهه؟ من جای دختر بودم میدونی چیکار میکردم؟ همونجا میگوزیدم یه عطر سلیمانی بهت نشون میدادم، داداش تا آخر عمرت دیگه با این روش مخ نزنی. یعنی چی عطر سلیمانی به راهه؟ جون آقا محمد، این پسره داره به این دختره تیکه میندازه. چی؟ بیا اینجا ببینم. جون داداش بیا اینجا ببینم. وای بازم تویی که من به خاطر تو سوپرمارکتی و فروشی جمع کردم، اومدم عطر فروشی زدم. اینجا هم دست از سر ما بر نمیداری؟ تو 2 تا مغازه رو جمع کردی چون این میومد به مشتریا تیکه مینداخت. 2 تا مغازه میوه تره بار رو جمع کردی، سوپرمارکت، هزینه اساس کشی، کمیسیون، دنبال ملک گشتن فلان. اینو یه چک میزدی، 2 تا مشت میزدی، خیلی بهتر و بصرفه‌تر نبود؟ 2 تا مغازه رو جمع کردی داداش. مگه خودت زندایی نداری؟ زندویی چه ربطی داره داداش؟ الان مگه خودت ناموس نداری، خار مادر نداری؟ تبدیل شد زندویی هست؟ چی پای زندویی رو واسه چی باز می‌کنی به این داستان؟ نه ندارم. پس معلومه زنمو هم نداری. بپرس داداش، بپرس آمار فک فامیلشو در بیار، ببین مادر بزرگش جاری چیزی نداره احیانا. برو گورتو گم کن بیرون. گم شو بابا. بی زحمت این گلدون ما رو، این آب معدنی ما هم حساب کنید ما بریم. من تا الان ویدیو رو نگاه کردم، الان به این نتیجه رسیدم اینا شیشه میزنن. بابا گلو از گل فروشی میگیرن، آب معدنی از سوپرمارکت چه ربطی به عطر فروشی داره؟ همین معلومه دیگه عوارض شیشه است. وقتی یارو میاد 3 تا مغازه رو جمع میکنه سر این داستان، وقتی خانم میاد گل کلم میخواد تهش میاد گلدون میگیره، معلومه همچین داستانایی هست. خب بفرما خواهرم، اینم عطر کاکتوسی که خواستید. اینم بده تو جامعه‌ای که بعضی از مردم موچششون تو شسته پاشونه. کشم رو کجا میذاره؟ شست پا؟ یه خورده حواست به رفتار و پوششت باشه. اینم بدون هر موقع میای خرید با یه نفر بیای. خیلی تاثیرگذار بود. به قدری سردرد گرفتم بعد دیدن این ویدیو که الان باید یه ورق مسکن بخورم تا یکم این سردرد من بهتر شه. من نمیدونم این چه سناریویی بود. اون میاد عطر گل کلم میخواد، بعد اون میگه نمیدونم سفید نداریم قرمز بگیر، بعد یکی میاد تو میگه جون عطر سلیمانی، بعد اون میاد گلدون با آب معدنی یخ زده برمیداره. من نمیدونم آب معدنی یخ زده تو عطر فروشی چیکار؟ فریزر داره اونجا مگه؟ بعد نمیدونم، سردرد گرفتم. موفق باشین.